و در گرد فرزند حضرت نوح برادرای عزیز گوش اندازین. سوره هود آیت 45 46 و 47 سه آیت در اطراف این چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و نادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. برادرای عزیز وقتی که حضرت نوح از طوفان نجات یافت و بچه‌ش کنعان که ما اگر یادتون باشد سام و حام و یافیس و کنعان، این بچه حضرت نوح بود. اون سه نفرش گویم ایمان آوردن و یگانه فرزندی که از پدر اطاعت نکرد همی کنعان بود. وقتی حضرت نوح گویم به خشکی رسید، آب از زمین کشید نابود کرد، حضرت نوح میگه پروردگارش در مناجات کرد. چی گفت؟ گفت پروردگارا کنعان بچم بود کو و الله مهربان شما گفته بودین که از اهلی تو کسی را نابود نمیکنم. چی شد که کنعان هلاک شد؟ و تو احکم الحاکمینی، وعده های تو حق است. دوامی آیت گوش کن. قال یا نوح، الله مهربان اتابش کرد، گفت ای نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لك به علم اینی اعیذک ان تکون من الجاهلین. الله مهربان گفت ای نوح کنعان از اهل تو نیست. کنعان را فرزند مخواه، زیرا که کنعان به عملهای غیر صالح چنگ زد و او از اطاعت و از عبادت منم، از اطاعت تو هم و سرکشی کرد. برادرای عزیز و گرامی، الله وعیدش کرد، گفت مادام در چیزی که علم نداری او را از من نپرس و من تو را آگاه میکنم تا که تو بخبر نمانی. مقصد این برادرای عزیز که الله مهربان میگه وقتی اگر بینین در آیت قرآن خواندیم که زن حضرت نوح حضرت لوط وقتی الله مهربان حکم اونها را خواند، در دام آیت گفت که از دست نوح و لوط هیچ چیزی نمیاد که اینها را از عذاب من خلاص کند. اینها حتما عذاب را میچشند اگرچه اینها پیغمبر هم باشند در پیش من. لیکن همچنان نوح را هم گفت که اگرچه بچه تو هم که باشد، مادامی که سرکشی کرد، مادامی که اطاعت تو را نکرد، او را ما از خاندان تو خط زدیم، او را ما همراه نفرهای بیدین و بیدیانت روز قیامت حشر میکنیم و از دست تو هیچ چیز هم نمی آید و تو را خلاص کرده هم نمیتانی و دان که او دیگر فرزند تو نیست. برادرای عزیز، وقتی این عتاب الله مهربان به نوح کرد، البته این پیغمبرا از عتاب الهی، از وعید الهی،
از جباری و قهاری الله مهربان می ترسیدن. وقتی این جواب که از الله گرفت، بعد او چی گفت؟ قال ربی ان اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم و الا تغفر لی و ترحمنی اکو من الخاسرین. گفت پروردگارا، گفت به سوی تو پناه طلب میکنم از این سؤالی که در او علمی من نبود، فهمشی من نبود. من نمیدانستم که مقصد تگی کار چی گپ است. من این قمی دانستم که کنعان بچم است، ولی به سبب اینه که اطاعت نکرد، عبادت نکرد، حکم او چی می شود؟ من که از این علم نداشتم و آگاهی نداشتم در راست فرزندی خودم، پس پناه طلب میکنم از این سؤالی که به سوی تو کردم. الله مهربان، اگر مغفرتم نکنی، اگر به جانم رحم نکنی، اکو من الخاسرین، من از زمره آدمانی ذلیل خوار شده در پیش تو میشم. یعنی برادر عزیز پناه طلب کرد به سوی الله مهربان از این سؤالی که از الله کرد. پس برادران معلوم شد که زن و فرزند حضرت نوح، کنعانش یک بچهش همراه زنش، اینها از دنیا ایمان نبردن. یعنی اینها روز قیامت همراه همون آدمای بی ایمان حشر می شوند و جزا می گیرند. ولی برادر عزیز اینجا در یک نکته دیگر هم ناگفته نگذاریم. عزیزای خدا میگن علتی یا سببی بی دیانت گشتنی بچه حضرت نوح ای از همنشینهاش میگد این بی ایمانی و این عتاب الله مهربان میبیند از حساب همنشینها. حسین واعظ کاشفی میگفت پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد، سگ اصحاب کهف روز چند پی نیکان گرفت و مردم شد. برادر عزیز، یعنی از خاندان نبوت دور شدن بچه حضرت نوح میگه سببش این بود که با بدان بنشست، به آدمانی که اونها لایق نشستن ندارن. یعنی اونها بسیار آدمای بدتینت هستند، آدمای بدسیگال هستند، آدمای رذیل هستند که همنشینی اونها برای ما و شما هم در دنیا ما خطر دارد، هم در آخرت ما خطر دارد. حضرت در دوامش میگو که با بدان کم نشین که صحبت بد گرچه پاکی تو را پلید کند، آفتاب بر این بزرگ را پاره ابر ناپدید کند. میگو بچم با بدان ننشینین، با آدمایی که سیرت و اخلاق و گفتار و کردارشون بسیار زیشته، با اونها همنشین نباشین که اگر چند پاک هم باشی، اگر چند بچه پیغمبرم که باشی، تأثیر اونها در تو میرسه. حتی مثال زیبا هم گفت آفتاب بر این بزرگ را پاره ابر ناپدید کنه. آفتابی که این پاک زیبا تازه، وقتی ابر با او همنشین می شود دیدین که دنیا تاریک می شود. برای همین از این صحبت هم دادرها و خواهرای عزیز در انتخاب همنشین هاتان، دوگانه هاتان بسیار اهمیت این که شما با کیها رفت آمد دارید، با کیها همنشینین.
زیرا حتما و تأثیرش در شما میرساند. حتما. الله مهربان توفیق تیاتو ما و شما را باز هم هدایت کند. سوال دیگر برادر عزیز، اینجا در گفتن جناب امام بخاری حدیث 5017 همین را گفتن برای ما شرطه. این کتاب امام بخاری است، حدیث 5017. خب چند راویای حدیث میاد برادر عزیز در حدیث 5017. بعد از عایشه میاد اخیران مادرمون ان نبی صلی الله علیه و سلم کان اذا اوى الى فراشه كل لیلة جمع کفیه ثم نفس فيهما فقرأ فيهما قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما اقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات. برادر عزیز و گرامی، حضرت عایشه مادرمان گفتن که هرگاهی که پیامبر نازنین در جاگاه خوابش می در آمد، یعنی می نشست و دستهاش کفاش جمع میکرد، دستکاش جمع میکرد است، سوره قل هو الله احد یا سوره اخلاص میگیم ایرا میخون، قل اعوذ برب الفلق میخواند، قل اعوذ برب الناس میخواند، شف بکند و ابتدا میکند از بالای سرش یا از رو سر میکند، مالیدن تا سر تا گردنا تا کجایی را که مقصد همین دستش میرسد همه بدنش میمالید، باز دستش میگیره باجام. همین کار 3 بار قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس میخواند است یک باری، ولیکن 3 بار همین کار تکرار میکنید. صوف میکنید میمالید است، صوف میکنید تمامی جایی را که دستش برسد. بعد برادر عزیز به طرف راست میگردید و رو به سوی خانه کعبه قبله و خواب میکردند. برادرها هر کسی که با همین طریق خواب میکنه انشاءالله از بسیاری ضررها و زیانها او آدم خلاص است. برادرها این بود معنای حدیثی. از من پرسیدن که مقصد چی است.